کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که طبق معلومات اگنتی او هواشناسی تا 5 آگوست سال 2024 در کشور هوا گرم و خشک باقی می‌ماند. در وادی‌های تابع جمهوری و ولایت سوخت تا 43 درجه، در یک قطار نویه‌های نزد کوهی و کوهی حرارت هوا تا 31-36 درجه، در نویه درواز از 37 تا 39 درجه گرم می شود. این چونین از 3 ایدول تا 5 آگوست سال 2024 بنابر بلند شدن حرارت هوا در حوض‌های دریای زرافشان 5 و وخش بالروی سطح آب در نویه‌های کوهی تابع جمهوری و نویه ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی می‌ماند. غیر از این از 3 ایول تا 2 آگوست سال 2024 در اکثر نویه‌های ولایت ختلان، نواحی مرکز تابع جمهوری، شهر دوشنبه تغییریابی آب و هوا، طوفان گرد و غبار در نظر است. آدمانی که از بیماری‌های قلب رنج می‌برند چه باید کنند؟ همیشه داروهای تعیین شده را باید با خود داشته باشند. حتما داروهای را که برای صبح دکتر تعیین کرده است باید استعمال کنند. با خود باید آب بی‌گاز داشته باشند. داشتن رویمال یا دستپاک کاغذی شرط است تا که در وقت ضرورت آن را تر نموده دست و رو و پایها را تر کنند. در آفتاب خود را نسوزانند و کوشش کنند از نورهای سوزان آفتاب دوری جویند. اگر کوچه خیلی گرم باشد خوب می شود که از خانه بیرون نشوند. روزانه نه کمتر از 1 لیتر آب نوشند. خیلی مهم است که شراب استعمال ننمایند و سیگار هم نکشند. در حالت پیش آمدن حالت ناگوار با تلفن 223 13 11 و یا 112 زنگ زنند.